درود و احترام خدمت تموم بینندگان محترم. خیلی خوش اومدین به یک آموزش جذاب و متفاوت. آقا قراره تو این آموزش شما رو با یک ابزار آشنا کنم که این ابزار به ما کد فیلترینگ اکانت های روبیکا میده. درخواست ها بسیار زیاد بود. حالا تو پی وی اکانت های تلگرام بنده، اینستاگرام، دایرکت خیلی پیام می اومد آقا چطوری ما این کارو کنیم، چطوری این کارو نکنیم، ابزار بده، چه ابزاری خودت میشناسی، کدوم معتبره، کدا چجوری ساخته میشن و غیره و غیره و غیره. یک توضیح خیلی مختصر بهتون میدم و بعد میریم برای نصب ابزار و اجرا کردن و گرفتن کد فیلترینگ. ببینید داستان اینه. اولندش اینو من بهتون بگم، فیلترینگ روبیکا تخصص بنده نیست. من بارها بهتون گفتم این ویدیو هم فقط جهت اصرارهای زیاد شما ضبط شده که فقط بهتون میگم ابزار چطوری اجرا کنی، کدو بگیرید. خب تخصص اصلی بنده نیست. خب اگر حالا کد براتون کار کرد که کار کرد، نکردم که فدای سرتون، یاد گرفتید که چطوری میتونید حالا این ابزار رو اجرا کنید. این از این موضوع. قضیه دومش این که شما باید ترموکس رو نصب کنید. اگه ترموکس روی موبایلتون نصب نیست برید نصبش کنید و بعد برگردین سراغ همین آموزش. چیکار کنید؟ چون بیشترش ما با ترموکس کار داریم. خب وارد اینترنت میشیم، به قولی مرورگرمون میشیم. اینکه ما یک وب سایت هستش که گیت هاب هم هست، ابزار توی گیت هاب آپلود شده، ما از اونجا اینو دانلود میکنیم. اینجا توی ردمیش نوشته چطوری باید نصبش کنیم. دو تا فایل داره، یکی میکسر دات فایل، اینجا نوشته یکم ردمی دات ام دی. خب اونو که ما کار نداریم اولیو. دومی که میکسر دات پای هسته شما کار داریم، ولی بعد ما اینو دانلود کنیم روی ترموکسمون. با زبان پایتون نوشته شده، باید پایتون رو روی ترموکس نصب کنیم. گام به گام بهتون میگم باید چیکار کنیم. توی قسمت تو اینستالش نوشته که باید چیکار کنیم. خب برای این قسمت مثلا واسه نصب بشه، بریم اول پیش نیازها رو نصب کنیم و بعد بیایم کدا رو بعد وارد ترموکسمون میشیم. قسمت ترموکس رو باز میکنیم. اگر ترموکس رو برای بار اول دارین نصب میکنید این صفحه رو نمیبینید، یا به قولی اگر ls بزنید این فوشه ها رو نمیبینید. خب چون اینا رو من خودم اضافه کردم، شما صفحه خالی میبینید. اوکی، صفحه پیش‌فرض ترموکس. اگر ترموکس رو بلد نیستی، کار با ترموکس رو بلد نیستی، توی پیج آموزش کامل در مورد اینکه چطور میتونی با ترموکس کار کنی و حالا من گذاشتم، میتونید بری ببینید. خب در نهایت همین ویدیو هم کارتو راه میندازه. خب چیکار باید بکنیم؟ اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما باید پایتون رو نصب کنیم با دستور پکیج اینستال، حالا پایتون اینو می‌نویسیم، پایتون اینو می‌نویسیم، داش وای هم میزنیم. داش وای چیکار می‌کنه برای ما؟ وقتی ما اینتر بزنیم دیگه از ما سوال نمیپرسه که آیا میخوای پایتون رو نصب کنی یا نه. یک ضرب نصبش میکنه. بعد اینکه این کارو کردین پاک میکنید، دوباره دستور پکیج آی یا همون اینستال گیتو میزنید، دشوای رو هم باز بهش میدید که این دفعه بری گیتو نصب کنه. به محض اینکه گیت نصب شد، خب حالا وقتش که بریم ابزار دانلود کنیم. میام تو قسمت حالا گیتابش، روی این قسمت کپی بغل داره دیگه، اینجا میزنید سبز میشه. روی این قسمت بزنید کپی میشه. من اونو کپی میکنم، میگه اینو اول باید کپی کنی اینجا وارد کنی. این کارو انجام میدم، اینتر میزنم، صبر میکنم تا دانلود بشه. به محض اینکه دانلود بشه اینجا دان مینویسه. متوجه بچه‌ها؟ اینجا دان نوشته شد. ls بزنم میبینم که یک فوشه جدید به نام فیلترینگ کد فور روبیکا برای من اضافه شد. دستور بعدیش چیه؟ میگه آقا اگه میخوای، حالا که میخوای دانلودش کردی اوکی شد، آره، خب حالا باید وارد پوشه بشی، باید اینو بزنی. پس اینو کپی میکنم، از اینجا من کپیو میزنم، میام این قسمت نگه میدارم، تاچ میکنم، پیست رو میزنم، اینتر میزنم. میبینید که مسیر برای من عوض شد، وارد اون پوشه مورد نظر شدم. خب حالا با دستور اصلی میگه خب این کارا رو کردی، آره، حالا باید اینو اجرا کنی. میام اینجا ls رو من میزنم. ls چیه؟ ls میتونه مثلا بهتون کمک کنه که مثلا محتوات تو این پوشه رو ببینید، تو این مسیر کسی محتوا رو ببینید. خب من اونو دارم، میکسر دارت پایو دارم، همونی که بهتون گفتم اونو دارم. الان این دستور پایینه که ما کپی کنیم میتونیم اجراش کنیم، اما 100% شما دو تا کتابخونه باید واسه پایتون نصب کنید، آرت و کلوراما. خب این دوتا رو باید شما نصب کنید، ننوشته که باید نصب کنید ولی شما باید نصبش کنید با دستور پیپ تو همین مسیر. فرق نمیکنه چه مسیری هستید. ببخشید اینو ببرم بالا. خیلی خوب، با دستور پیپ اینستال، اینجا دیگه باید اینستال رو کامل تایپ کنید، کلو راما، و اینجا اون یکی آرت هم میزنیم و اینتر بزنیم. اینتر رو که بزنم میاد این دوتا رو برای من نصبش میکنه. خب من از قبل نصبش کردم، خب از نیاز کامل ندارم. اوکی شد. کلیر میزنم، صفحه رو تمیز میکنم، یک ls میزنم، مرتب شده. حالا وقت اجرا کردن با دستور پایتون
میکسر دات پای نوشته بود دیگه، باید اینو بزنید دیگه. میکسر دات پای اجراش میکنم. اجرا که شد به من 3 تا گزینه میده بچه‌ها، اینجا که میبینید دیگه. یکم به هم ریخته. دوباره کنترل سی و کلیر. هی خب کلیر میزنم یه ال اس. حالا خب ابزار اجرا میکنم. بازم لوگوش خراب شد ولی خب مهم نیست دیگه، به درک. اینجا میگه 3 تا گزینه داریم. یکی میگه آقا من یه میکسی از یه سری وردهای پیش‌فرض دارم، اینو بهت میدم، این یه کد میشه. اینو اونجا توی گزارشات بزنی مثلا کد رو ما واسه چیز می‌کنم. من همینو میزنم، اول یک اسمون بعد دو. یکو میزنم. خب و این کد رو به من داد. اینو همین قسمت میبینید، از این قسمت همین کلی هر چی که زرد هستش، خب برمیدارم تا اینجا، کپی میکنم، میرم تو قسمت گزارش میزنم. این میشه کدم. این کدی که میکس کرده به من داده. اوکی، این میشه کدش. دوباره اجرا میکنم چون ابزار بسته شده. دوباره اجراش میکنم. اینجا میگه دو چیکار میکنه؟ میگه گت یک لینک های مستهجن به ما میده. خب به صورت رندوم یه تقریبا 40 50 تا لینک مستهجن خودش داره. این الان این لینک رو اگه برید توی مرور از این قسمت تا اینجا باز کنید، اینید که حالا یک چیز مستهجنه. اینو کپی میکنید تو قسمت گزارش ها اینو میزنید. حالا گزارش مستهجن هم میزنید تا کاری بهتری داشته باشه. به این شد حالا کار با این ابزار که میگه من این کار انجام میدم براتون. ابزار خوبیه به نظرم. حالا بازم تایید نمیکنم، نمیدونم واقعا کار کنی یا نه، فقط جهت آموزش بود که بدونید چطور این ابزار رو باید اجرا کنید. لینکش توی کپشن هست. اگه دوست داشتید حتما حمایت بکنید. حمایت شما بسیار بسیار میتونه به ما کمک کنه. تا آموزش دیگر، بدرود رفقا.